بیاین با پروفسور مریم میرزاخانی ملکه ریاضیات بیشتر آشنا بشیم. پروفسور مریم میرزاخانی در سال 1356 در تهران به دنیا اومد. جالبه که بدونین مریم تا دوران راهنمایی اصلا علاقه‌ای به ریاضی نداشت و در امتحانات ریاضی راهنماییش نمره 16 گرفت. در دبیرستان با تشویق برادرش به ریاضی علاقه‌مند شد و اونقدر در ریاضی پیشرفت کرد که نه تنها یک مسئله رو حل می‌کرد بلکه یک مسئله رو به چندین روش مختلف حل می‌کرد. مریم در سال 1373 و 74 در المپیادهای جهانی ریاضی هنگ کنگ و کانادا شرکت کرد و با کسب امتیاز وحشتناک 42 از 42 مقام اولو کسب کرد و این خبر مثل بمب تو دنیا ترکید. مریم میرزاخانی بعدها در حالی که با سرطان مبارزه میکرد تونست بزرگترین جایزه ریاضیات در دنیا یعنی فیلدز که به نوبل ریاضیات معروفه رو در سال 2014 کسب کنه و نام خودش رو در تاریخ جاودان کنه. یاد این اسطوره وطن گرامی باد.